یکی از چیزی که همیشه ما رو اذیت میکنه به هم ریخته بودن USB و میکرو SD و استیامونه که خب همیشه یا گم میشن یا موقعی که لازمشون داریم نیستن. ولی خب من براش راه حل پیدا کردم. نگهدارنده رم و فلش و دانگل و اینجور چیزا که خب ببریم با هم با پرینتر 3 بعدی بسازیمش. مدلش رو دانلود کردم و حدود 10 سانت در 3 سانت اندازه‌شه. ببریمش به نرم افزار. اینم از مدل داخل نرم افزار که قراره 1 ساعت و 20 دقیقه طول بکشه. بعد آپدیت دستگاه نیازی به صبر کردن برای ساخت چیزی نیست و خب تو کسر از ثانیه ساخته میشه. یا آماده شد. این هم از هولدر رم که بریم با هم تستش کنیم. این هم از هولدر رم که دیگه هر چیزی که بخوایم میتونیم بذاریم داخلش و ازش با خیال راحت استفاده کنیم. اگه از ویدیو خوشت اومد ساب کن ساب. خدافظ.